خب بریم سراغ ادامه بحث بعدی ما راجع به فایل‌های بکاپ هستن، اینکه پروسه بکاپ گرفتن و ریستور کردن رو سیستم عامل F5 به چه شکل هستش. ما به طور کلی دو مدل فایل بکاپ داریم، فایل‌هایی که پسوندشون SCF هستش Single Configuration File و فایل‌هایی که پسوندشون UCS هستش User Configuration Set. فایل SCF یه نسخه خیلی کم کاربردتریه و خاص کاربرد هستش اصطلاحاً، چرا که فقط شامل اطلاعات پایه از کانفیگ تجهیز شما میشه و نه تمام آبجکت ها و هر آنچه که شما مد نظرتون هستش. همونطور که می‌بینید شامل اطلاعات پایه سیستم عامل اصطلاحاً نیتیو سیستم کانفیگ و ماژول کانفیگوریشن و تیکه قسمت لینوکس ستینگز اگر چیزی کانفیگ کردین یا تنظیمات رو چنج کردین. معمولا واسه سناریوهایی به درد می‌خوره که شما یک F5 رو یک توسعه اولیه دادین، یک دپلویمنت اولیه داشتین ولی هنوز آبجکت‌ها رو روش کانفیگ نکردین مثل VS و بقیه موارد و می‌خواین اون رو No. بکاپ بگیرین و مثلا روی F5 دیگه بخواید دپلوی بکنین، یا مثلا یک تجهیزتون به مشکل خورده، RMA خورده، می‌خواین تجهیز رو تحویل بدین دوباره بگیرین بخواید ازش استفاده کنین که کانفیگ اولیه رو روش برگردونه. ولی خیلی کاربردش کمه. به جاش مزیتی که داره اینه که اصطلاحاً هیومن ریدبله، یعنی سینتکسش خط به خط قابل خوندن هستش و قابل ادیت، قابل تغییره و شما میتونین بدون در واقع هیچ مشکلی بابت دیکامپرس کردن و بعد دسترسی داشتن بهش با نوتپد یا نوتپد پلاس پلاس یا فایل نوتپد ساده میتونین اون رو هم بخونین هیومن ریدبله هم تغییرش بدین. ولی نقطه مقابلش فایل با پسوند UCS هستش. UCS نسخه اصلی در واقع فایل بکاپ هست، یعنی به صورت پیش‌فرض وقتی میگیم پروسه بکاپ گیری منظور اون فایل UCS هست، یادتون باشه. خیلی پر استفاده تره، پر کاربردتره، شامل تمام کانفیگ شما میشه هر آنچه که مد نظرتون هست و اون چیزی که ما اصطلاحاً بهش میگیم بکاپ گرفتن و ریستور کردن عملاً انگار به صورت ضمنی داریم به نسخه فایل آرکایو یا همون پسوند UCS اشاره می‌کنیم که دیگه قابل گفتن نیست، شامل همه چیز میشه، همه آبجکت‌های شما رو داره و به راحتی بعد از بکاپ گرفتن و ریستور کردن آخرین استیت تجهیز شما اصطلاحاً رفلکت میشه و همه آبجکت‌ها تو مموری لود میشه و شما میتونین آخرین وضعیتی که اون موقع بکاپ گرفته بودین رو مجددا داشته باشید. بنابراین فایل UCS قطعا حجمش خیلی بیشتر از فایل SCF. فایل SCF فایل متنیه، فقط شامل بکاپ سیستم یا بکاپ پایه سیستم عامل هستش. قطعا شاید در حد چند ده کیلوبایت باشه، ولی فایل UCS معمولا چند ده مگابایت هستش سایزش. هر دو فایل رو میتونیم از طریق کامند پرامپت از طریق CLI جنریت بکنیم ریستور بکنیم، ولی از طریق GUI فقط فایل UCS رو ما میتونیم کرییت و ریستور بکنیم. و به خاطر اینکه فایل UCS فایل در واقع پرکاربردتری هستش، من حالا فایل UCS رو از روی GUI هم خدمتتون نشون میدم. دستورات مربوط بهش رو هم اگر از طریق CLI مد نظرتون بود و دوست داشتین بدونید که چه کامندی استفاده میشه، من در اسلاید 86 برای Yes. دستوراتش رو هم جدا کردم. هم میتونین سیو بگیرین، هم میتونین لود بکنین فایل های SCF رو. ولی گفتم کاربردش خیلی خاصه، فقط به درد روزهای اول پروژه میخوره یا برای رپلیکیت کردن کانفیگ پایه روی تجهیز جدید. ولی میتونیم فایل UCS رو داشته باشیم که شامل کلیت کانفیگ تجهیزمون هستش. و نکته‌ای که اینجا خیلی کلیدیه این هستش که داخل فایل UCS یا اون بکاپ فایل اصلی شما هر زمانی که شما می‌خواید بکاپ رو ریستور کنین، معمولا یه سوال از خودمون می‌پرسیم، میگیم آیا این فایل بکاپ روی همین تجهیز، روی همین سیستم عامل و همین اینستنس F5 کرییت شده بوده؟ چرا جواب این سوال مهمه؟ چون تجهیزات F5 حالا حتی اگه حالت ورچوال ادیشن باشن، چه حتی در حالت هاردور، از روی اون پلتفرم هاردوری که دیتکت کردن، اگه ورچوال بشه از طریق هایپروایزر، اگه پلتفرم هاردوری باشه که خب بر متال هستش دیگه، سیستم عامل دسترسی داره، یک کد در واقع یونیکی جنریت شده برای هر تجهیز توسط کمپانی Do. شده و از طریق اون مستر کی یا اون در واقع کد یونیکی که به هر تجهیز اساین شده توسط خود وندور، یک کلیدی در واقع وجود داره، یک مستر کی وجود داره که از اون مستر کی استفاده میشه برای اینکریپت کردن یه سری ولیوهای سنسیتیو داخل کانفیگوریشن فایل مثل پسوردها که در واقع اونها به راحتی قابل خوندن نباشن، یعنی بدون ابزار با چشم انسان به هر دلیلی به سادگی نتونیم اون رو ولیو اصلیش رو ببینیم دیکریپت شده شو. بنابراین فایل کانفیگ شما همیشه داره با مستر کی اون تجهیز اینکریپت میشه. پس اگر میخوایم فایل رو ریستور بکنیم، حتما باید خیالمون راحت باشه که مستر کی تجهیز همون مستر کی هستش که قبلا باهاش فایل یو سی اس جنریت شده و تغییری وجود نداشته باشه. برای متوجه شدن مستر کی من ریترای میکنم. دوستان فنی اگه لطف بفرمایید انیبس رو اپروو بدن که من کامند رو بزنم. مرسی. برای به دست آوردن مستر کی و برای حتی وارد کردن یک کلید جدید میتونیم از دستور F5MKU استفاده بکنیم که من خدمتتون نشون خواهم داد. نکته‌ای که وجود داره، چرا این سناریو رو مطرح کردم؟ دلیلش این هستش که تو برخی از یوز کیس ها شما کانفیگ رو مثلا میخواین روی اینستنس جدیدی، مثلا یک گستتون به مشکل خورده کرش کرده و مجبور شدین اون گست رو پاک بکنین، یک گست جدید بسازین. خب گست جدید کلید اولیه‌اش ممکنه با مستر کی مد نظر شما یکسان نباشه یا حتی روی هاست دیگه میخواین کانفیگ رو ریستور بکنین، کانفیگ
فایل UCSش از روی یه هاست دیگه با یه مستر کی دیگه کالکت شده، جنریت شده. پس تو این کیس‌های خاص من حتما اول باید مستر کی رو وارد بکنم و بعد اجازه دارم فایل UCS رو لود بکنم. و اگه این کارو نکنم، چون F5 نمیتونه در واقع دیکریپت بکنه یه سری از اون سنسیتیو دیتا ها رو، به خاطر اینکه مستر کی متفاوته، کانفیگ لود شما به مشکل می‌خوره، فیل می‌کنه. خب دوستان فنی لطف می‌فرمایید AnyDesk رو تایید بکنین. من ریکوست فرستادم. مرسی محبت کردین. خب ممنون شدم که پسورد دارم اینجا تو فایل نوتپد گذاشتین. خیلی سپاسگزارم. خب من ببینم دسترسی دارم. بله. خب ببینید کامندی وجود داره تحت عنوان F5MKU هایفن کپیتال K. من وقتی این دستور رو میزنم، این ولیویی که شما دارین الان تو خروجی میبینید، این مستر کی الان این ورچوال اینستنس ماست. و زمانی که شما دو تا تجهیز رو با هم دیگه اجرا می‌کنید، مستر کی اونا با هم دیگه سینک میشه، یکسان میکنن. یعنی وقتی دارین کانفیگ پوش می‌کنین، چون کانفیگ باید شبیه به هم باشه دیگه، پس اون انکریپتد ولیو ها و دیکریپتد ولیو ها هم رو هر اینستنس باید شبیه به هم باشه برای مقادیر خاصی. به خاطر همین F5MKU رو هر کدومشون ولیو یکسانشون میده. ولی اگه یه باکس استند الون باشه، هر کی برای خودش مستر کی خاص خودش رو داره. اگر به هر دلیلی خواستین مستر کی رو اصطلاحاً ری ایشو بکنین، یعنی یک بار دیگه کلید رو ریپلیس بکنین با کلید دلخواه خودتون، مثلا یه گست جدیدی دپلوی کردین روی هاست دیگه، یه ورچوال ادیشنی دپلوی کردین، نسخه‌اش همون نسخه‌ای هستش که قبلا فایل UCS اون رو جنریت شده، مثلا 175x بعد باشه، حتما ریکامند میشه فایل UCS وقتی از یه باکسی جنریت میشه، میخواد ری استور بشه، روی سیستم عامل با نسخه مشابه ری استور بشه. و قبل از ریستوریشن من باید پس کلید رو داشته باشم، مستر کی رو اول وارد بکنم، بعدش مثلا کانفیگ رو لود بکنم. همون دستور F5MKU با خط تیره R و بعدش میتونید کلید رو وارد بکنید. حالا من اینجا 3 نقطه میذارم به معنی اینکه تو این قسمت شما باید مستر کی رو وارد کنید. مستر کی هم به طور کامل شما باید کپی کنید. یعنی این در واقع سکشنی که اینجا هستش من سلکتش کنم به طور کامل، حتی با اون دابل هایفنی که انتهاش هستش، چون اون حکم نمایشگر یا ایندیکیتور انتهای مستر کی هستش. کافی این رو کپی کنین و اینجا پیست بکنین و بعد کلیدتون رو ریشو بکنین اصطلاحاً. بعد از اینکه مستر کی ست شد، دوباره میتونین با هایفن کی چکش بکنین، مثلا مطمئن بشین که کلیدتون به درستی اعمال شده و بعدش میتونین فایل یو سی اس تون رو لود بکنین. که حالا اینجا برای لود کردن اون فایل یو سی اس تون برمیگردیم اینجا رو اسلاید و از همین دستور میتونین استفاده کنین. جیمسش load c cucs و اسم فایل UCS. فایل SCF و UCS روی دیسکتون کجا هستش؟ مسیرشون شروعش یکسان هستش و لوکال اینجا جایی هستش که در واقع شما میتونید فایل UCS و SCF تون رو داشته باشین. یه فولدر داریم به اسم SCF، یه فولدر داریم به اسم UCS. زیر نظر بر لوکال میتونم در واقع SCF رو داشته باشم که خالی هستش بای دیفالت، میتونم در واقع UCS رو داشته باشم و اینجا هم بای دیفالت می‌بینید که بعد از اینکه در واقع روز اول ما خودمون دپلوی کردیم، پروویژنینگمون انجام شد، اگه حضور ذهن داشته باشین، من یک UCS خام اولیه کرییت کردم و دانلود کردم. دوستان فنی گذاشتم که داشته باشن. حتی مستر کی اون موقع من اکسپورت گرفتم و به دوستان دادم و ما اون رو به عنوان یک بکاپ در واقع داریم، اگه یه روزی لازم شد بتونیم هم مستر کی رو وارد بکنیم، هم فایل UCS رو برگردونیم. پس به این روش شما میتونین بکاپتون رو برگردونید. حالا روی جی به چه شکل هستش؟ کجا در واقع روی جی من باید برم و فایل UCS رو تولید بکنم؟ چون دوستان زحمت کشیدن اینجا پسورد رو گذاشتن، اینجا الان کار ما راه میفته، میتونیم ازش سریع استفاده بکنیم. خب فکر کنم پیست نشد. کنترل سی و کنترل وی چون کار نمیکنه. اوکی. یه مرحله دیگه هم از زوم بکنم که شما داشته باشید جیوهای رو. خب در منوی سیستم گزینه وجود داره تحت اون آرکایو و زیر نظر منوی آرکایو جایی هستش که شما میتونید فایل های UCS تون رو منیج کنید. پس اینجا دیگه ممکنه صراحتا شما تو جی او اینجا گزینه UCS رو نبینید، ولی یادتون باشه منظورمون فایل های با پسوند UCS. به خاطر همین که فایل بکاپ اصلی رو ما آرکایو رو با همون پسوند UCS میشناسیم. هم میتونین آپلود بکنین به راحتی، یه فایلی رو براوز بکنین از سیستمتون در واقع و لودش بکنین. بعد از اینکه انتخابش کردین لودش کردین، در واقع حدوداً چند ثانیه، شاید 10 تا 20 ثانیه زمان میبره کانفیگ لود بشه. اگر هم بخواید یک بکاپ جدید بسازین، کرییت میکنین، بهش نام میدین و مشخص میکنین آیا میخواین انکریپشن داشته باشین یا خیر. اگه بخواین انکریپشن بذارین، بعد براش پسورد ست بکنین که موقع ریستور کردن هم همون پسورد رو یه جایی داشته باشین که باید حتما وارد بکنین، مانداتوری میشه.
و راجع به اینکه پرایوت کی هم حتی داخل کانفیگتون اینکلود باشه یا اکسکلود باشه میتونید تصمیم بگیرین. گاهی اوقات بابت امنیت ممکنه اکسکلودش کنین، ولی برای راحتی میتونین بذارین اینکلود بمونه. و ورژنی هم که دارین روش بکاپ میگیرین دیگه به صورت خودکار خونده میشه از رانینگ ورژنتون، از اکتیو بود لوکیشنتون و اینجا قید میشه و میتونین فایل بکاپتون رو بسازین. و وقتی هم که ساختین به راحتی میتونین روش کلیک بکنین. دو تا آپشن دارین، میتونین لودش کنین تو مموری، میتونین دانلودش کنین. من اگه اینجوری استور بزنم لود میشه، اگه دانلودش کنم دانلود میشه رو سیستم لوکال. و این میشه پروسه فایل های بکاپ. ما برای سیستم عامل رو حالت TMOS حالت در واقع شجور کردن یا زمان بندی کردن برای اینکه بکاپ خودکار گرفته بشه این فیچر رو در سیستم عامل TMOS وجود نداره، اینو نداریم. به جای F5 این فیچر رو در BigIQ که یه سولوشن دیگه ای هستش که باعث در واقع استفاده میشه برای منیج کردن تعداد زیاد اینستنس BigIP یا TMOS استفاده میشه. و این فیچر رو روی BigIQ برای اینکه بحث لایسنسینگ و بحث فیچر منیجمنت هم رعایت بشه، عمدن اون فیچر رو برده رو BigIQ. اگه سولوشن BigIQ رو داشته باشین در واقع یه سنترال منیجر هستش، میتونین اینستنس F5 بتون اونجا اد کنین و براش زمانبندی بکنین، مثلا بگین آخر هر هفته یا یه روز خاصی همیشه بکاپ بگیره و توی مسیر براتون نگه داره. ولی تاکید میکنم در خود سیستم عامل TMOS چه F5OS چه TMOS رو خود سیستم عامل ما قابلیتی که بکاپ زمانبندی شده بگیره نداریم و حتما برای هر حالتی برای این مورد خاص یا بعد خودتون اسکریپت بنویسین، شل اسکریپت بنویسین و اون رو در واقع ببرین تو کرون جاب لینوکس و زمانبندی بشه تو هر موقعی که مد نظرتون خودش بکاپ بگیره، یا اینکه از سولوشن BigIQ استفاده بکنید. در این صورت نکات مربوط به بکاپ نکات ساده‌ای بود به نظرم. شاید مهمترین پارتش همون قسمت مستر کی بود که حتما باید بهش اشاره می‌کردیم. خب تا اینجا آیا نکته سوالی هست؟ اینا نکاتی بود که مربوط به مینتیننس میشد. به نظرم خیلی نکات کلیدی و جذابی بود. تا بریم سراغ بحث یوزر و پارتیشن. دابل چک بکنیم اگه نکته سوالی نیست. مرسی. خب پس با اجازهتون بریم سراغ بحث یوزر و پارتیشن. خب ما تو جلسه فکر کنم دوم بود اگه اشتباه نکنم راجع به روت دومین و پارتیشن که با هم صحبت می‌کردیم، گفتیم روت دومین به ما این اجازه رو میده که ما راوتینگ تیبل یا راوتینگ اینستنس های متفاوت به ازای اصطلاحاً پارتیشن های متفاوت داشته باشیم یا زیر نظر یک پارتیشن ریپ تیبل و فلیپ تیبل راوتینگ اینفورمیشن بیس فوروارد اینفورمیشن بیس مختلف داشته باشیم. و گفتیم روت دومین کانسپتش کلا مربوط به دوره LTM هستش، ولی باز ما یه اشاراتی بهش کردیم. ادمنستریتیو پارتیشن فارغ از ماژول هستش، یعنی چه برای ASM چه برای APM برای هر ماژولی یه کانسپتی هستش که میشه بهش اشاره کرد، میتونیم باهاش آشنا بشیم. خیلی هم کانسپت پیچیده‌ای نیست. من سعی می‌کنم از روی GUI توضیح بدم که درکش براتون خود ساده‌تر بشه به جای اینکه از روی اسلایدها بریم. ببینید در منوی سیستم زیر نظر بخش یوزرز ما بخشی داریم به اسم پارتیشن لیست. اینجا منظور ما از پارتیشن قبل از هر چیز تاکید می‌کنم دیسک پارتیشن نیست. ما اینجا راجع به دیسک صحبت نمی‌کنیم. چرا اینو شفاف سازی می‌کنم؟ به خاطر اینکه کلمه پارتیشن شاید ذهن ما رو ناخواسته لحظه ببره تحت عنوان دیسک. به خاطر اینکه قبلش ما داشتیم راجع به اکتیو بود لوکیشن صحبت می‌کردیم و من راجع به پارتیشن دیسک‌ها اشاره کردم و اینجا می‌خوام شفاف سازی بکنم که اصلا هیچ رابطه‌ای با دیسک نداره. این نکته اول. نکته دوم، هدف administrative partition یا partition list یا پارتیشن های مختلف رو سیستم عامل TMOS این هستش که به زبان ساده configuration management رو برای شما یه خورده ساده تر بکنم. یه مثال ساده بزنم. تصور کنید ما با یک کتابچه‌ای روبرو باشیم، با یک کتابچه‌ای که فهرست مطالب یا سرفصل نداره و تمام مطالب به یک باره توش تو صفحات مختلف عنوان شده و ما وقتی دنبال یک کانسپت خاصی می‌گردیم بعد تمام صفحاتش رو شروع کنیم ورق زدن تا پیداش کنیم. این حالت رو مقایسه بکنید با حالتی که من میتونستم این کتابچه رو 5 تا فصل مختلفش کرده باشم، مثلا بگم فصل اول راجع به این موضوع، فصل دوم راجع به موضوع دیگه. حالا وقتی دنبال یه آبجکتی میگردم، دنبال یه فیچری میگردم، میدونم حداقل تو کدوم فصل باید برم دنبالش بگردم. پس بازه صفحاتی که میخوام فاکس بکنم اصطلاحا میتونه محدود بشه و سرعت ادمنستریشن، سرعت ترابل شوت میتونه بالا ببره. این مدلی که برای مثال دوم من خدمتتون عرض کردم به واسطه ادمنستریتیو پارتیشن در GUI به شما نمایش داده میشه. یه مثال با هم بزنیم تا درکش بهتر شه. بای دیفالت تمام سیستم عامل‌های TMOS یک پارتیشنی دارن به اسم پارتیشن کامان. کامان همون چیزی هستش که همه آبجکت‌ها زیر نظر اون کانفیگ میشن و دیفالت پارتیشن کانفیگ پارتیشن هم خیلی چیز کامپلکس و پیچیده‌ای نیست. از شما یک پرنت رو دومین میپرسه که ما میذاریم فعلا رو دومین 0 باشه، یعنی همون روتینگ تیبل دیفالت، و از شما راجع به دیوایس گروپ میپرسه و ترافیک گروپ میپرسه که اون هم میذاریم به صورت خودکار از خود تجهیز برسه برای کانفیگش رو بر اساس تنظیمات دیوایس گروپ و ترافیک گروپ. چیزی که برای ما مهم هستش اینه که ما میتونیم بیایم کانتینرها یا صفحات یا فصل‌های مختلف اون کتاب فرضی رو میتونیم اینجا بسازیم. برای مثال وقتی من اینجا در سمت راست بالای GUI روی پارتیشن کلیک میکنم، همونطور که می‌بینید یه گزینه آل داره، رید اونلی، یعنی همه پارتیشن‌ها رو بهم نشون بده آبجکتاشو. یه گزینه کامان هم وجود داره. قبل از اینکه من بتونم گزینه بیشتر اینجا داشته باشم، اول باید اینجا پارتیشن هایی رو بسازم. مثلا فرض بفرمایید من پارتیشن بسازم تحت عنوان دپارتمان 01 با تنظیمات دیفالت و یک پارتیشنی هم بسازیم مثلا برای دپارتمان 02
با همون تنظیمات یک. دومینم رو دومین دیفالت، دیوایس گروپ و ترافیک گروپ هم از تجهیز به ارث میبره. الان من دپ 01 و دپ 02 رو دارم. حالا اگر اینجا لیست رو باز بکنم میتونم پارتیشن هاش رو ببینم، درسته؟ حالا بریم براش مثال بزنیم. فرض بفرمایید که من میخوام یک آبجکت مانیتور بسازم. به صورت پیش‌فرض همه مانیتورهای ما ستون سمت راست رو ببینین، همشون در پارتیشن کامان هستن، درسته؟ یعنی من اگر اینجا شو آلم بکنم، همه آبجکت‌ها بای دیفالت در پارتیشن کامان هستن. من میخوام یک آبجکت مانیتوری بسازم که فقط متعلق به یک پارتیشن خاصی مربوط به آبجکت‌هایی که زیر نظر دپارتمان 1 هستن. قبل سویچ میکنم رو دپارتمان 1، اینجا کرییت میکنم. مثلا فرض کنید اسمش رو میذارم ICMP مانیتور دپارتمان 01. یا مثاله. و اینجا هم تایپ ICMP رو انتخاب میکنم. تنظیمات هم میذارم پیش‌فرض باشه و این مانیتور رو میسازم. خب الان مانیتور من تو کدوم پارتیشن هست؟ دپارتمان 01، درسته؟ اگر من دپارتمان 2 رو الان انتخاب بکنم، عملا می‌بینید که آبجکت مانیتور مربوط به دپارتمان 1 رو دیگه نمیتونم ببینم. اگر کامان رو انتخاب بکنم، کامان یعنی در واقع آبجکتایی که به صورت پیش‌فرض تو پارتیشن کامان ساخته شدن یا در واقع آل پارتیشن هستن. پس کامان رو در واقع من همیشه به عنوان یک استثنا در نظر میگیرم. پارتیشن کامان پارتیشنی هستش که همه آبجکت‌ها بای دیفالت توش قرار میگیرن به صورت پیش‌فرض، مگر اینکه ادمین خودش بره پارتیشن دل‌های خودش رو انتخاب بکنه. پس همه پارتیشن‌ها یک کپی از پارتیشن کامان به ارث میبرن، ولی پارتیشن کامان از بقیه چیز به ارث نمیبره. این خیلی جمله مهمیه. یک بار دیگه، پارتیشن‌های جدید هیچ آبجکتی از کامان به ارث نمیبرن، ولی عملا مثل اینه که کامان میتونه شامل همه آبجکت های ما باشه، به غیر از تک تک پارتیشن هایی که ادمین جدا میسازه، مثل دپارتمان 1، مثل دپارتمان 2. اگه من آبجکتی رو تو دپارتمان 1 و 2 بسازم، فقط همون دپارتمان 1 و 2 بهش اکسس دارن، کامان بهش اکسس نداره، همونطور که اینجا مشاهده می‌کنید. ولی اگه برم رو دپارتمان 1، دپارتمان 1 هم آبجکت های خودش رو داره، هم آبجکت هایی که از کامان به ارث برده به صورت پیش‌فرض. حالا این کجا کمک میکنه؟ تصور بفرمایید ما می‌خوایم بریم یک آبجکت نود بسازیم. زمانی که من میخوام مانیتور بهش بدم و اینجا مثلا تایپ مانیتورش رو انتخاب میکنم، اگه دقت کرده باشین اینجا با اسلش کامان شروع میشه، میبینین؟ یعنی تمام آبجکت هایی که جزء پارتیشن کامان هستن. اگه من اسکرول بکنم بیام پایین، دپارتمان 1 رو هم میبینم، چون که من آبجکت دپارتمان 1 رو هم کرییت کردم قبلا. قبل از اینکه بیام آبجکتمو بسازم تو کدوم پارتیشن بودم؟ این گوشه سمت راست ببینید، تو پارتیشن دپارتمان 1 بودم. پس میتونم آبجکت مربوط به دپارتمان خودش رو بهش اتچ بکنم، به جای اینکه از آبجکت های پارتیشن کامان بدم. یه مثال دیگه، اگه من اینجا قبل از اینکه آبجکت رو بسازم سویچ می‌کردم رو پارتیشن 2 و کرییت می‌کردم، فقط میتونستم کامان رو ببینم با پارتیشن 2، نمیتونم دپارتمان 1 رو اینجا ببینم. ببینید اگر اسکرول کنم آخرین آبجکت می‌بینین همش متعلق به پارتیشن کامانه، و چون چیزی تو پارتیشن دپارتمان 2 نساختم، هیچ آبجکتی براش ندارم. بنابراین این مثال خیلی میتونه بهتون کمک بکنه. اگه تصور کنید مثلا 100 تا ورچوال سرور دارین یا یه تعداد زیادی نود دارین، حالا سویچ کردن بین صفحات مختلف پارتیشن شاید مثال عمیق‌تر و بهتری باشه برای درک بهتر. خیلی خیلی میتونه پرکاربرد باشه. پیشنهاد میکنم از روز اول شروع کنید آبجکتاتون رو زیر نظر پارتیشن ها بسازین که مدیریتش بهتر باشه، روابط ارسالیش کنترل بشه. ولی اگر هم زیر نظر پارتیشن بسازین ایرادی نداره، خطایی دریافت نمی‌کنین، ولی ممکنه با افزایش تعداد آبجکت ها کم کم به مشکل بخوریم، چون که دیگه مدیریت آبجکت یه ذره سخته، بعد تو صفحات مختلف بریم. حداقلش اینه که اینطوری با تعویض کردن صفحه به ازای پارتیشن مختلف میتونم فقط صفحه رو رفرش کنم روی آبجکت‌های همون پارتیشن. نکته آخر این که اگر یه آبجکتی ساخته بشه دیگه پارتیشنش رو ما نمیتونیم عوض کنیم. برای مثال من اینجا میرم رو دپارتمان 1 برای اینکه آبجکت مانیتورش رو ببینم. اگر اینجا روش کلیک بکنم هیچ گزینه‌ای برای تعویض پارتیشنش ندارم. ببینید قسمت پارتیشن پس لاک شده، گری هستش، من نمیتونم تغییرش بدم. مواردی مثل نام، مثل تایپ، اینا قابل تغییر نیستن، فقط اتریبیوت قابل تغییر هست. پس بعد یه بار آبجکت رو پاک بکنم و دوباره برم تو پارچن جدید بسازم برای اینکه روابط آبجکت اورینتد هم به هم نخوره. خب این نکاتی بود که راجع به خود پارتیشن بود و من راجع به یوزر رول هم یه نکاتی رو بگم، چون با پارتیشن باز رابطه داره. قبلش ما باید اول پارتیشن رو میگفتیم و بعد بیایم سراغ یوزر رول. یوزر رول چه موضوعی اشاره کنه به عنوان موضوع بعدی و موضوع پیوسته در منوی سیستم، همون قسمت ساب منو یوزرز که من رفته بودم و پارتیشن لیست رو اینجا داشتم میساختم. گزینه اول گزینه یوزر لیست هستش. بای دیفالت سیستم عامل شما یه یوزر ادمین داره که من اینو بذارم پارچن کامان اومدن فعلا، که این یوزر ادمین در کنار یوزر روت هر کدوم وظیفه مشخصی داره. ادمین بیشتر تمرکزش این هستش که روی جی او آی کار بکنیم باهاش، علیرغم اینکه به سی ال آی یا کنسول هم اکسس داره. روت روی جی او آی اصلا نمیشه ازش استفاده کرد، من نمیتونم با یوزر روت به سرویس اچ تی تی پی لاگین کنم قطعا، ولی به درد کنسول میخوره و فول اکسس به شما میده به عنوان ادمین و ادوانس شیر رو میتونید کامل داشته باشید. یوزر ادمین یوزری هستش که معمولا هر سیستم عاملی یک یوزر ادمین داره، یعنی یوزری با یوزر نیم ادمین منظورمه.
میتونه با یوزرنیم های دیگه ولی با پریویلیج ادمین یوزرهایی رو داشته باشه. پس من میتونم کرییت بکنم، نام یوزرم رو اینجا بذارم، یوزرنیمم رو براش پسورد بذارم و در قسمت رول اینجا براش مشخص کنم که چه رولی داشته باشه. رول هایی که اینجا وجود داره بر اساس حالا نقش ها و وظایفی که اون در واقع یوزر میتونه انجام بده، اینا از قبل در واقع هارد کد شده است. ما نمیتونیم یوزر رول هامون رو کاستومایز کنیم، یادتون باشه. پس مجبوریم از همین لیست ببینیم کدومش به ما مچ میشه بر اساس نیازمون و اون رو انتخاب بکنیم. برای اینکه یه لیست در واقع بهتری تو ذهنتون باشه، من اون رو هم اومدم رو اسلایدها براتون نوشتم، بعدا میتونید مطالعه بکنید. دیگه ما روخونی ازش نکنیم، واقعا خودتون میتونید وقت بذارین بخونید. توضیحات کاملی هست، حتی تو داکیومنتیشن خود F5 همینا عنوان شده. و یه جدول پرکاربردی هم تو اسلاید 92 براتون گذاشتم، اونم میتونه کاربردی باشه برای اینکه تو در یک نگاه متوجه بشین مثلا یه رول خاصی چه وظایفی داره، آیا توی پارتیشن فقط محدود میشه یا میتونه به بقیه پارتیشن اکسس داشته باشه، کجاها رید داره، کجاها رایت داره، دسترسیش چقدر میتونه باز و بسته باشه، محدودیتی آیا داریم برای دیدن لاک ها، برای دیدن کانفیگ ها، آیا کانفیگ رو میتونیم چنج کنیم یا فقط میتونیم بخونیم. به نظرم این اسلاید میتونه در واقع جنبندی سه تا اسلاید قبلیش باشه در قالب یک تیبل، که این تیبل رو هم از مستندات خود F5 من براتون آوردم، پس میتونیم بهش رفرنس بدیم. و چیزی که ما باید بدونیم بیشتر این هستش که در واقع یوزرهای شما بعد از اینکه ساخته شدن، یوزر ادمین و برخی از یوزرها، اینا یوزرها هستن که میتونن در واقع به آل پارتیشن اکسس داشته باشن. برخی از یوزر رول ها رو ما مثلا حالا مثل سرتیفیکیت منیجر یا بعضی از این رول ها مثل یوزر منیجر، مثل آدیتور، اینا مواردی هستن که بعد دونه دونه ببینید بر اساس نیازتون کدومش رو میخواین. بعضیشون لاک میشن به همه پارتیشن ها، بعضیشون اجازه میدن که شما پارتیشن رو انتخاب بکنید. مثلا وقتی من یوزر رول آدیتور رو انتخاب میکنم، ببینید قسمت پارتیشن لاک شد. این یعنی اینکه اگر یه نفری قراره بیاد ممیزی انجام بده رو کانفیگ ما، برای مثال هاردنینگ میخواد چک بکنه ببینه ما دقیقاً هاردنینگمون رو به درستی انجام دادیم یا نه، یا روابط آبجکتامون درسته، میتونیم یک یوزر نیم با رول آدیتور براش بسازیم، ولی خب دیگه قطعا به همه پارتیشن ها میتونه اکسس داشته باشه به خاطر ماهیت رول آدیتور. ولی وقتی که مثلا اونو تغییر میدیم به منیجر یا مثلا به یوزر منیجر یا هر چیز دیگه‌ای، حالا اجازه داریم براش پارتیشن دلخواهی که مد نظر اون هستش رو هم انتخاب بکنیم. با انجام این کار چه فرقی رخ میده؟ وقتی که شما پارتیشن رو محدود میکنید برای یه یوزر خاصی یا رول خاصی و بعدش حالا اونو ادش میکنین، اتفاقی که میفته اینه که وقتی اون یوزر با پسورد خودش لاگین میکنه، لاک میشه در همون پارتیشنی که شما براش ساختید و فقط میتونه آبجکت های همون پارتیشن رو ببینه. پس الان شاید آبجکت پارتیشن یکی دیگه از قابلیتاش براتون بهتر شفاف شده باشه. گاهی اوقات ما میخوایم یک مثلا فردی که وظیفه‌اش همین بحث سرتیفیکیت منیجر هستش، یعنی حالا از تیم امنیت هستش، وظیفه‌ش اینه که اون کی و سرتیفیکیت رو در واقع ایمپورت بکنه یا فرم CSR جنریت بکنه، تمپلیتش رو بده به سرور، ساین کنه، سرتیفیکیت رو به ما بده. ولی برای هر دپارتمانی، برای هر پارتیشنی فرد متفاوتی مسئولش هستش. یک سازمانی رو فرض کنید که مانتی تننسیه و تعداد سامانه‌ها و دپارتمان‌ها خیلی زیاده. پس من میتونم برای اون فردی که این مسئولیت رو داره یه یوزر بسازم، پسوردش رو کامپلکس بذارم، در اختیارش بذارم، لاکش کنم تو پارتیشن خودش. وقتی که لاگین میکنه فقط میتونه بره آبجکت خودش رو ببینه، سرتیفیکیت چنجی که میخواد انجام میده، لاگ اوت میکنه بدون اینکه مثلا آبجکت سرتیفیکیت مربوط به یک پارتیشن دیگه ای رو بتونه ببینه. این فقط یه مثاله از بابت اینکه خود ذهنمون باز بشه. ولی خب بعضی از یوزرها همونطور که اشاره کردم مثل آدیتور، مثل ادمین، مثل گست، اینا مواردی هستن که عملاً حالا گست هم حتی اینطوری هست، معمولاً شما وقتی گست رو میسازین در اکثر موارد دسترسیش عاله مگر اینکه بخوایم فیلتر بکنیم. ولی مهمترین مثالی که میشه زد یوزر ادمین هستش که همونطور که میبینید وقتی انتخابش میکنیم دسترسی پارتیشنش آل پارتیشن هستش، یعنی هیچ محدودیتی نداره و میتونه دسترسی جامع داشته باشه. و این هم پس به عنوان بحث رابطه یوزرها و پارتیشن ها و رول ها، این سه تا رو میتونیم به عنوان یک کانسپت تو ذهنمون در نظر بگیریم. و یه نکته دیگه هم که هست باز راجع به یوزر ادمین من خدمتتون بگم. بای دیفالت یوزر ادمین وقتی که من روش کلیک میکنم یک بخشی ما داریم به اسم ترمینال اکسس. ترمینال اکسسش بای دیفالت دیسیبل هستش، یعنی من اگه الان با یوزر ادمین لاگین بکنم من لاک میشم در واقع در قسمت ادوانس شل. اگر بخوام ادوانس شل رو انتخاب بکنم واسه اینکه مستقیما بخوام دسترسی روت به اندازه روت تقریبا دسترسی داشته باشم و بتونم کاماند لینوکسی حتی بزنم. اگر بخوام لاک بشم در سطح TMOS، همون اول که SSH کانکشن استابلیش میشه باید TMOS رو انتخاب کنم. ولی بای دیفالت که گزینه دیسیبل هستش من نمیتونم دسترسی SSH از طریق یوزر ادمین برقرار کنم. اینو میتونیم اینجا خودمون الان با هم دیگه تست بگیریم. فرض بفرمایید من این کانکشنی که اینجا داریم رو بخوام داپلیکیتش بکنم و مثلا اینجا الان با یوزر ادمین بخوام لاگین بکنم. اینجا پسورد رو دارم، این پسورد ادمینم هستش، کپی میگیریم، اینجا من پیست میکنم، به محض اینکه میزنم میبینید که به من پیام میده که اکسس دیناید. پس یادتون باشه از بابت ترابل شوتینگ بدین معنی هستش که احتمالاً یوزر ادمین اجازه دسترسی بهش داده نشده که بتونه SSH بزنه و وصل بشه.
راهکارش چیه؟ راهکارش اینه که ما میتونیم در واقع اینجا دسترسی رو تغییر بدیم. یه حالت اینه که من اون رو بذارم در حالت TMSH و آپدیتش بکنیم. یک بار بریم اینو با هم تست بگیریم. همین جایی که در واقع دینای شده بود، من یک بار دیگه ریستارتش کنم. ادمین و پسوردمون هم که داریم. خب همونطور که می‌بینید من لاگ شدم در حالت TMOS مود. می‌بینین اینجا الان من میتونم دستورات TMSH بزنم، مثلا show sys license، و وقتی هم که کارم تموم بشه عملاً میتونم کویت کنم، از دستور کویت استفاده کنم و سشنم رو ببندم. اوکی. ولی یه راه دیگه هم که وجود داره اینه که من بذارم رو حالت ادوانس شل. وقتی ادوانس شل بذاریم یعنی دیگه دسترسیمون به صورت فول اکسس باشه. پس اگر من دوباره بیام اینجا این سشنمو داپلیکیتش کنم، ادمین و یک بار دیگه پسورد، اگه دقت بکنید دیگه TMOS رو من ببخشید یک بار دیگه فکر کنم کپی نگرفتم. خب اینجا می‌بینید که دیگه TMOS مود نیستم و میتونم از دستورات لینوکسیم استفاده بکنم و مثلا اگه لاگ رو میخوام ببینم میتونم اینجا به راحتی هر کاری که نیاز هست، چه از جنس TMS چه از جنس در واقع لینوکس، میتونم انجام بدم. لینوکس کامند. خب پس اینم بازی نکته‌ای بود که به نظرم میتونه بهتون کمک بکنه از بابت اینکه با ماهیت در واقع استفاده از این ادوانسر یا حالا هر مدلی که مد نظر هست تو پروژهتون آشنا باشین چطور استفاده بکنین. مهم هستش به هر حال تو بعضی از پروژه‌ها شما می‌خواین اینو کنترل بکنین، دسترسی ادمین رو در واقع ببندین فعلا موقتی و هر وقت لازم هستش از روی جی آی برین و باز کنین. و یادمون هم باشه که پریویلیج روت و پریویلیج ادمین دو تا پریویلیج کاملا مستقل هستن و ما اینجا راجع به روت صحبت نمی‌کنیم چون روت پریویلیجش از قبل تعیین شده است و یه یوزر لینوکسی هستش، ولی ادمین چیزی هستش که توسط TMOS داره مدیریت میشه به علاوه سایر یوزرهایی که ممکنه از جنس در واقع یوزرهای خود سیستم عامل TMOS باشه. رابطه پارتیشن هم که پس یاد گرفتیم و دیدیم پارتیشن نه تنها راجع به آبجکت یوزر بلکه راجع به آبجکت های دیگه مثل ورچوال سرور، مثل نود و همه این موارد رو شامل میشه. خب تا اینجا آیا سوال نکته هست؟ اوکی. بریم سراغ متشکرم. خب موضوع بعدی بحث این هستش که ما چطور میتونیم لاگ ها، استاتیستیک، مانیتورینگ و مواردی از این جنس رو تو تجهیزمون داشته باشیم. یعنی از چند منظر بریم به موضوع با هم دیگه نگاه کنیم که یه خورده دیدمون باز بشه. قطعاً بحث امکاناتی که رو خود داشبورد وجود داره و تجهیز وجود داره خیلی خیلی میتونه پرکاربرد باشه، ولی در کنارش بحث لاگینگ و ریموت لاگینگ هم کلیدی هست. قطعاً گاهی اوقات ممکنه دوستان راحت باشن که به خود تجهیز لاگین بکنن، لاگ ها رو خود تجهیز ببینن، ولی خب ما همیشه پیشنهاد میکنیم که لاگ ها رو حداقل به یک ریموت لاگ کالکتور از جنس سیسلاگ ارسال بکنیم. ولی اینکه برای ماژول های مثل ASM، مثل AFM، APM، DDoS protection، SSLO، CGNet، اینا ماژول هایی هستن که لاگ هایی با دیتیل و اطلاعات خیلی خوب تولید میکنن، در اختیار شما میذارن و دیگه فرمت سیسلاگ و سینتکس سیسلاگ به خاطر ماهیت اون استاندارد و محدودیت سایزی که پکت های UDP دارن برای پیلودشون پاسخگوی نیاز شما نیستن و شما نمیتونید یه لاگ خیلی جامع مثلا داشته باشین برای یک ASM وایلیشنی که برای یک اتک رخ داده، دیتکت شده، ولی مثلا با سینتکس فرمت سیسلاگ باشه. سیسلاگ نهایتا یک لاگ یکی دو خطی میخواد به شما بده راجع به اینکه چه ورچوال سروری، چه پالیسی و مثلا چه اتکی رخ داده، ولی دیگه جزئیات رو نمیتونه به شما بده، چه هاست نمی، چه URL، چه سورس آی پی، چه کانتری، مدل وایلیشنش چی بوده، سیوریتی لولش چی بوده، میزان ریسک لولش چی بوده، اکشن چی بوده. اینا دیگه جزئیاتی هستش که پس شما باید مدل لاگینگتون رو به ازای اون ماژولی که دارین راجبش فکر می‌کنین تیون بکنین. پس ما یک پروسه لاگ منیجمنت داریم که پر ماژول اصطلاحاً باید کانفیگ بشه به واسطه آبجکتی به اسم لاگینگ پروفایل. حالا دوستانی که قبلا شاید کار کرده باشن باهاش آشنا هستن. اون تیکر رو قطعا ما تو خود هر ماژول باید جدا بهش برسیم. ولی چیزی که به صورت جنرال در سطح سیستم عامل مطرح هستش، کانسپتی هستش که مربوط به کانفیگ سیسلاگ سرور هستش. پس من موضوعی که به صورت جنرال در سطح سیستم عامل هستش رو بهش اشاره می‌کنم. در منوی سیستم بخشی به اسم لاگز، اینجا اول پارت مختلفش رو خیلی سریع با هم ریویو بکنیم. F5 لاگ‌ها رو براتون جدا کرده، لاگ‌های سیستمی، لاگ‌های مربوط به لوکال ترافیک، لاگ‌های مربوط به آودیت و پکت فیلتر اگر داشته باشین. اگه پکت فیلتر کانفیگ کرده باشین یک بسته‌ای در واقع دراپ بشه. اینا مواردی هستن که به صورت لوکالی شما میتونید لاگ‌ها رو بخونین، صفحات مختلفش رو میتونید اینجا فیلتر بذارین. لاگ لوکال ترافیک قاعدتاً باید شلوغ‌ترین بخش باشه
همونطور که می‌بینید تعداد صفحاتش هم بیشتره، به خاطر اینکه خب لاگ لوکال ترافیک معمولا همون لاگ LTM هستش، به خاطر اینکه ما LTM پروویژن کردیم. GSLB برای ماژول هستش ولی اینجا به صورت پیش‌فرض تبش نمایش داده میشه حتی اگر پروویژن نشده باشه. آودیت هم که مربوط به لاگ‌های چنج شما هستش. گاهی اوقات شما می‌خواید اینجا رو سیستم لاگ چنج هاتون رو ببینید. و بخشی که مهمتر هستش بخش کانفیگوریشن هستش. شما میتونید اینجا لاگ لولتون رو تعیین بکنید، سیوریتی لول، حالا به ازای لاگ های مختلف چی باشه، به ازای سرویس ها و دیمون های مختلف. گاهی اوقات شما برای یک سرویس در یک سطح خاصی لاگ رو با دیتیل بیشتری میخواین و اونجا میتونید اون رو تغییر بدید. مثلا برای SSL به جای اینکه وارنینگ باشه ممکنه بخواین مثلا ناتیس لول داشته باشین، میخواین اینفورمیشن داشته باشین یا دیباگ لول داشته باشین و این به شما در واقع این امکانو میده که بتونید لاگ هاتون رو مدیریت بکنید. و یه نکته دیگه که باز اینجا خیلی مهمه از منظر کانفیگ کردن ریموت سیسلاک سرور تو ریموت لاگینگ حتما پیشنهاد میشه در این قسمت جزء تنظیمات روز اولتون باشه آدرس آی پی ریموت سیسلاک سرورتون رو اینجا وارد بکنین. پورت نامبرش که خب معمولا استاندارد پورت نامبر 514 هستش، تایپش هم UDP. میتونید لوکال آی پی براش بذارین که با چه سورس آی پی ترافیک خارج بشه. بای دیفالت از طریق پورت منیجمنتتون خارج میشه، یادتون باشه. و بعد رو گزینه اد کلیک میکنین و معمولا پیشنهاد میشه حداقل یک ولی از نظر بنده دو ریموت سرور رو اینجا داشته باشین. دو تا خیلی خوب از بابت اینکه اگر به هر دلیلی یکیشون در واقع فیل کرد شما هر دوشون رو داشته باشین برای هر دو تا رپلیکیت بشه و ارسال بشه براشون، مگر اینکه زیر ساختتون استیبل باشه. و راجع به اینکه حالا جزئیات مربوطش بکنم دوستان روی این سیستم اوکی نیاز به چک کردن موضوع خاصی هست رو سیستم؟ من میتونم پوینتر رو بگیرم؟ قطع شده؟ اوکی فکر کنم قطع شده بود، درسته؟ من با اجازهتون یک بار دیگه نمیدونم سیستم قطع شده یا یک بار دیگه بفرستم. اوکی البته الان من دسترسی دارم، نمیدونم الان من سرور رو دارم. اوکی هم. خب فقط F5 رو اوکی اگه لطف بفرمایید مرسی ماکسیمایزش متشکرم. اوکی من الان دسترسی دارم مرسی. خب داشتم این نکته رو ما خدمتتون عرض می‌کردم که برای سایر ماژول ها مثلا مثل ASM ادوانس و موارد از این جنس اگر بخواید در واقع کانفیگتون رو انجام بدین نیازمند استفاده از لاگین پروفایل هستین که اون لاگین پروفایل در واقع نیازمند تنظیمات لاگ دستینیشن و لاگ پابلیشر هستش که برای لاگ دستینیشن و لاگ پابلیشر شما باید از منوی کانفیگوریشن من فکر کنم دسترسی رو اینجا الان روی یعنی دسک ندارم، درسته؟ دوستان فنی فکر کنم اسکرین من رو الان ببینین که دسترسی مانیتور من چون گزینه دیگه اینجا ندارم نمیدونم اگه بتونین از رو سیستم خودتون این چنج رو انجام بدین چون هیچ گزینه دیگه در دسترس من نیست الان. منظورتون اینجا هست؟ اسکرین یک و دو منظورتون هست؟ اسکرین رو عوض میکنم ولی چیزی تغییر نمیکنه. من فکر کنم از رو خود سیستم باید، چون ببینید اسکرین دو من امتی هستش، خالیه. روی مانیتور یک من هستم. باشه مرسی. بله متشکرم. الان من تست بگیرم. بله الان اوکی مرسی. خب اگر ماژول های دیگه رو داشته باشید مثل ASM Advanced Web DNS APM اینا ماژول هایی هستن که شما میتونید لاگ دستینیشن و لاگ پابلیشر کرییت بکنین و مثلا ترافیک رو با فرمت های متفاوت مثل فرمت اسپلانک مثل CSV IPFix ArcSight حتی میتونید با اون فرمت ها ارسال بکنید برای یک تعدادی لاگ کالکتور و بعد اون لاگ دستینیشن رو زیر نظر لاگین پروفایلتون کانفیگ کنید. چون جزء سرفصل دوره ادمین تیشوت نیست من دیگه وقتی کلاس رو برای اون قسمت نمیگیرم ولی از بابت اینکه توی رفرنستون باشه و ممکنه یه روزی براتون کاربردی باشه من اینجا براتون تو اسلاید 94 آوردم این موضوع رو. این میتونه بهتون دید خوبی بده. اگر ماژول های دیگه ای داشتین یا درگیر ماژول های دیگه ای هستین امروز تو پروژهتون
قطعا شاید اسم آبجکت لاگین پروفایل رو شنیده باشین. لاگین پروفایل جایی هستش که به شما این اجازه رو میده که شما ترافیک رو اون لاگ رو در واقع بفرستین برای یک لاگ پابلیشر. لاگ پابلیشر میتونه تعیین بکنه که عملا با چه فرمتی ترافیک رو لاگش رو از جنس آرک سایت باشه، آرک سایت متوجه بشه سینتکسش رو، اسپلانک باشه، کاما سپریتد باشه اصطلاحاً، یا حتی ریموت سیسلاگ باشه یا آی پی فیکس باشه. بعد از اینکه فرمت لاگتون مشخص شد، اون رو تحویل در واقع یک مجموعه از لاگ کالکتورها میدیم که عملا ما برای LTM اینو نیاز نداریم لزوما، چون LTM بتون لاگش میتونه از جنس همین سیسلاگ باشه، ولی اگه ماژول های دیگه پروویژن کردین قطعا قضیهش فرق میکنه و باید لاگو با جزئیات داشته باشید که نحوه کانفیگ کردنش امیدوارم حالا یه روزی برای دوره‌های دیگه اگه در خدمتتون بودیم، برای دوره‌هایی که حجم لاگشون خیلی بیشتر و با دیتیل بیشتری هستش، اونجا ما یه بخش رو داریم به اسم نحوه کانفیگ لاگ پروفایل که اونجا ما راجع به مفهوم لاگ دستینیشن، لاگ پابلیشر و لاگ پروفایل صحبت می‌کنیم. ولی برای ماژول LTM عملاً همین تیکه‌ای که مربوط به قسمت لاگینگتون میشه کافی هستش، همین چیزی که شما در سطح ریموت سیسلاگتون کانفیگ میکنید. با انجام این کار هم F5 لاگا رو لوکالی براتون ذخیره میکنه در مسیر /var/log که قبلا اشاره کرده بودم. اینجا من میتونم یک بار دیگه هم بهتون نشون بدم. در واقع اجازه بدین بریم var log و اینجا لیست کل در واقع لاگ فایل هایی که وجود داره رو میتونین ببینین که برای سرویس های مختلف، برای ماژول های متفاوت، LTM، ASM حتی اگه داشته باشین DNS اینجا میتونید لاگ ها رو مشاهده بکنید. اینها در واقع همون جایی هستش که ویوش رو دارین تو جی او آی هم یه بخشیش رو میبینین. زیر نظر لوکال ترافیک میشه لاگ های LTM، اودیت میشه لاگ اودیت، پکت فیلتر همینطور، سیستم لول هم که لاگ سیستمی هستن. ولی اگه بخواید با تمام جزئیاتون لاگ رو داشته باشین، خب بهتر از کامند پرامپت استفاده بکنین CLI و برید تو مسیر /var/log لاگ فایل مربوطتون رو پیدا کنین و با کامند لینوکسی کت اون رو کت بکنین، گرفت بکنین، فیلتر بذارین براش یا هر اپریشنی که مد نظرتون هستش. اگر برای ریموت لاگ کالکتورتون فرستاده باشین که خب چه بهتر، اونجا به راحتی روی SIEM تون میتونین فیلتر بذارین و اونجا ببینین، حتی براش رجکت بنویسین و خیلی راحت‌تر بتونین ببینین. پس اون میشه از منظر مدیریت لاگ ها، از نقطه نظر لاگین پروفایل، لاگ دستینیشن هم که گفتیم به ازای هر دوره آموزشی شما لاگ پروفایل خودش رو بعد یاد بگیرین چطور کانفیگ میشه، روالش فرق میکنه قطعا به ازای هر ماژول و هر فیچر. نکته دیگه که از بابت مانیتورینگ خیلی مهم هستش، خب بحث استاتستیک داشبورد هست. روز اول ما راجع بهش صحبت کردیم، گفتیم اینجا بهتون یه سری امکانات میده، فیچر میده، راجع به مموری، سی پی یو، تروپوت، اینا مواردی هستن که میتونن کاربردی باشن، شما میتونین ازش کمک بگیرین، حداقل اون یک ترابل اولیه انجام بدین. آخرین وضعیت تجهیز خیالتون راحت باشه که مثلا مشکل از جنس مموری وجود نداره اگر پرفورمنسی ریپورت شده که دیگرید شده یا از نظر سی پی یو یا از نظر بندویت. اینا مواردی هستش که میتونین چک کنین. اگر آن در اتک قرار بگیریم خب به یک باره مثلا ممکنه لود اکتیو کانکشن ها یا نیو کانکشن پر سکند اون به یک باره ممکنه افزایش پیدا بکنه، خب اینو میشه به راحتی اینجا مانیتور کرد. اگر هم اون رو به صورت لایو خواستیم ببینیم میتونیم بریم تو قسمت ترافیک ریپورت و اینجا به صورت لایو اون رو داشته باشیم به ازای سی پی یو، به ازای مموری، حتی به ازای ترافیک هایی که از جنس SSL هستن، TLS هستن، میتونین اینجا براش در واقع فیلتر بذارین. من یه خورده بکشم سمت راست اسکرول رو که در واقع اینجا میتونین این چک باکس ها رو اینیبل دیسیبل بکنین در سطح کلاینت، در سطح سرور. اگر HTTP کامپرشن داشته باشین، اگر FPGA داشته باشین، هاردوری باشین، PVA باشه، پکت ولوسیتی اکسلراتور داشته باشین، همه رو میتونین اینجا فیلتر بزنین، ریل تایم در سطح پکت، در سطح بایت ببینین و میتونه به نظرم بهتون دید خوبی بده چه تعداد SSL، چه تعداد اکتیو کانکشن، چه تعداد نیو کانکشن. اینا مواردی هستن که خب پیشنهاد میشه ادمین در موارد خاص بره سراغش. یعنی گاهی اوقات شما میدونید فقط یک ورچوال سرور خاص تحت تاثیر قرار گرفته، خب تو این کیس خاص بهتره من برم تمرکز کنم روی اون یک ورچوال سرور خاص. گاهی اوقات به ما ریپورت میشه که سیستم به طور کلی پرفورمنسش کم شده، که اونجا میتونیم شک بکنیم و بریم رکوردهای مربوط به سی پی یو، مموری و همه مواردی که جنرال هستش و ممکنه همه سرویس ها رو تحت تاثیر قرار بده با هم دیگه بحث بکنیم. و به ازای یک ورچوال سرور خاص گاهی اوقات میتونه برامون کاربردی باشه که بریم استاتستیکیشو ببینیم یا مثلا یک نود یا یک پول ممبر خاص رو فاکس بکنیم که ببینیم آیا داون شده یا خیر، آیا کانکرنت کانکشن داره یا خیر و میتونه خیلی بهمون کمک بکنه. خب تا اینجا اگه سوالی هست لطفا دوستان بفرمایید. ما باقی موارد رو میتونیم تو پارت بعدی کلاس به عنوان نکات مکمل بریم و من یه سری نکاتم از رو جی او آی حتما خدمتتون خواهم گفت راجع به نکات تکمیلی. خاطر همین هستش که خیلی انتظار تغییر نداشته باشین و اگر ریلیز نوتش رو مطالعه بکنید اکثر تغییرات از جنس پرفورمنسی بوده، یعنی اصطلاحاً هایپر اسکیل شده، پروتکل ام سی پی رو به واسطه آیرول دیگه ساپورت میکنه برای ترافیک های ای آی و اجازه میده ام سی پی دی به صورت مالتی ترید اجرا بشه، تعداد آبجکت های بیشتری رو اجازه میده شما کانفیگ کنید، تا چند هزار تا آبجکت رو اجازه میده شما کانفیگ کنید و بیشتر تغییراتش از این جنس بوده. ولی ورژن 21 با ورژنی که ما داریم از نظر ظاهر، از نظر توضیحاتی که ما دادیم هیچ فرقی نداره و از این بابت خیالتون راحت باشه. ولی امکان پذیر است به عنوان پاسخ.
بله امکان پذیر هست. میتونید بعد از دوره به ورژن 21 آپگرید کنید. فقط فایل آیسوش رو لطفا از پارتنر بگیرین، چون خودتون شاید به اکانت دسترسی نداشته باشین. میتونید به پارتنر بگین فایل آیسوش رو دانلود کنه، یه جا آپلود کنه، شما دسترسی داشته باشین، روی تجهیزتون ایمپورت کنید و نصب. خواهش میکنم. خب پس اگه سوالی نیست خدمت دوستان فعلا خسته نباشید عرض میکنم. بریم برای آنتراک آخر با انرژی برگردیم، بریم برای پارت پایانی کلاسمون. مرسی همگی، فعلا خسته نباشید.